من اول برنامه اجازه بگیرم شما چی خطاب کنم؟ سردار جعفری، آقا عزیز، هر جور که سلام. عزیز جون بگی بد نیست. منو یاد ننه جونم میندازه. بهش میگفتیم عزیز جون. اصلا اسم منو از اون ننه بزرگم گرفتن. امروز چند سال دارید شما؟ امروز یه 30-40 به قمری یه کم بیشتر، به شمسی یه کم کمتر، به میلادی هم که مال کفاره، ما اصلا باش کاری نداریم. داریم فکر میکنیم کمش کنیم. مگه گونی برنجه که کم و زیادش کنم؟ البته تو حق داری. اینقدر با این دیانیاسورا که تو وقت اضافه زندگی میکنن مثل جنتی و مکارم شیرازی مصاحبه کردی، فکر میکنی همه تو وقت اضافه. بیچاره اسرائیل سر این سلطان شکر سختاره شده، هنوزم نتونسته جونشو بگیره. بفرمایید از رشته‌ای که رفتید دانشگاه و اون روزا. والا دانشگاه که ما نرفتیم، بردنمون دانشگاه. هر دانشکده ما رو گذاشتن، داد استاد در اومد که این همه خنگی و خرفتی و چطوری توی یه نفر جمع کردن. اصلا باور نمی کردن. خلاصه 4-5 تا دانشگاه هم که چرخیدیم، آخرش فهمیدیم نیازی به دانشگاه نیست. برای سپاه و چارپا که دیگه مدرک نمیخواد، چیزای دیگه میخواد که اینجا خوب نیست بگم. برو سوال بعدی بابا، برو سوال بعدی. همین چند روز پیش 13 آبان رو داشتیم آقا عزیز و شما یکی از چهره‌هایی بودید که اون روز حضور داشتید. بهترین خاطرتون از اون لحظات چیه؟ راستش ما داشتیم رد می شدیم از خیابون، دیدیم یه عده از دیوار داره میرن بالا. ما هم که دنبال پول پله بودیم، گفتیم عزیز اون موقع که هیچ کی از دیوار بالا نمیرفت، تو از دیوار خونه ملت بالا میرفتی. الان نگاه کن، دیوار به این عیونی، مال سفارت هم که هست، کلی جنس مس داره توش. خلاصه رفتیم بالا و الحمدلله یه چند تا جنس مس خوبم گیر اون اومد. یکی از این تلویزیون رنگی های تخم مرغی ها با یه دستگاه دیگه هم بود که امریکایی ها برده بودن تو اتاق باش کاغذ خورد میکردن، که ما الان گذاشتیم تو آشپزخونه، بهش برگ گلکلم میدیم بهمون علف تحویل میده که 40 سال است آخ نگفت. امروز اگر لازم باشه دانشجوی ما حرکتی مثل 13 آبان رو انجام بده، هستن پاکار جوانای ما، دانشجوهای ما. بابا چرا گیجبازی در میاری؟ تا اونجایی که من میدونم آمریکا یه سفارت بیشتر نداشت که ما از دیوارش رفتیم بالا. الان هم 40 ساله داره تاوونش رو پس میدیم. از گوندمون مقام عضوا گرفته تا سردار تشتکی ها همه رفتن تو لیست. حالا شما نگاه کن، عراقی ها هر شب از دیوار سفارت ما میرن بالا، شبی یه تیکه از سفارت رو آتیش میزنن، هیچ کس به هیچ جاش نیست. مسئولین از اون بالا تا پایین مثل کپک به روی خودشون هم نمیارن. امام اگه زنده بود روزی 10 بار خودشو گاز میگرفت آقا. اینکه ما میگیم موشک نقطه زن داریم، بعد بعضیا هنوزم میگن نه ندارم، باید 20 تا موشک بزنن مثلا یکی شانسی بخوره. دشمن باید بدونه که موشک‌های ما نقطه زنه. تنها مشکلی که داریم اینه که دشمن نقاطش رو خیلی عوض میکنه. اما اینجا همون جاییه که ما دشمن رو گیج کردیم. اونا اول نقطه رو به موشکاشون میدن، بعد پرتاب میکنن. ما اول موشک رو پرتاب میکنیم، بعد از فرود نقطهش رو مشخص میکنیم. اینجوری تضمین دارتره. چی میشه که میرسیم به اونجا که پهبادشون رو میشونیم، مثلا موشکمون نقطه زنی میکنه؟ خودت از این سوال خندت نمیگیره؟ آخه شاسکول، نشوندن پهباد با نقطه زنی موشک چه ربطی داره؟ بی‌تعارف بگم خیلی پرتی. از این ساده تر یکم هم بیشور تشریف داری. من میخوام بی‌تعارف یه چیزی بهت بگم، اون بلایی که میخواد سر ما بیاد نه با موشک دوا درمون میشه، نه با نشوندن پهباد. یعنی فکر نون باش که خربوزه آبه. فکر میکنی برای چی من از سپاه بریدم دارم گلدوزی میکنم ها؟ آخر برنامه
به رسم همیشه به میهمان میگیم که بدون تعارف ترین جملتون رو بفرمایید. الانم حضرت عالی بسم الله. بی‌تعارف و بی‌تعارف میگن، به پاسدارا میگن به سرنوشت من بدبخت نگاه کنین، عبرت بگیرین تا قبل از اینکه نبرنتون همونایی که خودتون همتون میشناسین سراغتون نیومدن فلنگو ببندین بیاین کار فرنگی. شما رو هم که همتون من میشناسم اهل دودره کردن هستین. اگه از سرنوشت من عبرت نمیگیرین حداقل یه نگاهی به رفقای حاج قاسم تو عراق بندازین ببینید چی به رزشون آوردن. خلاصه تا دیر نشده غزل داره میریزه رو بخونید. مسکویی، آنتالیایی، تورنتویی، یه جوری خودتون رو بریزونید. بعد سلام. داره میریزه شرشور از نظاممون، داره میریزه یادگار اماممون میریزه، داره میریزه، داره میریزه، میریزه، داره میریزه، سردار و پاسدار کپک میریزه، تو دل بسیجی یا شک میریزه.